بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. الحمد لله رب العالمین. الله را حمد و ثنا و شکر و ستایش میکنیم که به ما بندگانش توفیق عنایت فرمود که 20 روزی ماه مبارک رمضان را روزه بگیریم. دهه اول و دهه دوم هم به آخر رسید و دهه آخر بگویم دهه سوم که دههای به نهایت پرقدر و پرقیمت است، به نهایت فضیلت های زیاد دارد، در رو بروی من و شما هست. برادرانم، از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم و طلب میکنیم که الله سبحانه و تعالی به ما در دهه آخر هم توفیق بدهد که قیام اللیل را به جا بیاوریم و روزه هایش را روزه بگیریم و این عملمان را به خاطر الله بکنیم و از الله سبحانه و تعالی و از رحمت الله سبحانه و تعالی با امید باشیم و امیدی نجات بکنیم و امیدی بخشیده شدن بکنیم که الله سبحانه و تعالی در این ماه مبارک رمضان ما را ببخشد. در حقیقت این ماه بخشیده شدن همه گناه ها است و بالخصوص دهه آخری که در روبروی من شما است. کوشا باشید، حرکت بکنید. این شب برادران عزیزم و خواهران بارک الله فیکم موحدم، شب لیلة القدر است. این شب 21 است. شب 21، شب توقع، شب لیلة القدر گفته می شود. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند شب لیلة القدر را در شب‌های توقعی دهه آخر، یعنی آخرین دهه سوم کافتکاف بکنید. این دهه اعتکاف نشستن است، دهه ذکر است، دهه تلاوت قرآن است، دهه بگویم قیام اللیل است. از همین جهت کوشا باشید، دعا بکنید در حق خود، در حق والدین خود، در حق خویش و تبار و در حق طالب علمان علمای اهل سنت و الجماعت و در حق امت اسلام، در حق برادران و خواهران اسیر دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی نصرت بدهد، عزت بدهد و ما طالب علم ها را ثابت قدم نگه بدارد. بارک الله فیکم. در حق باشیم و از شر شیطان و از فریب شیطان و از دسیسه ها و از شر بدی ها و مکرهای طاغوت و مشرکین و از مرتدین ما را و همه برادران موحد را نگه بدارد. الله امت اسلام را عزت بدهد. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم.